ببین این عکس رو گذاشتم که فقط بهت بگم که دارم با دست شکسته ویدیو میگیرم. خب تو هم لطفا لایک ساب کن تا زحمات من جبران بشه. سلام اشقای حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومد به ویدیوی خفن و جذاب دیگه از چنل اچ پی. آقا امروز اومدم بهتون یاد بدم خب که دیگه نخواد الکی برید اتیچای بقیه رو بخواید نمیرم بگید اتیچ بده تو رو خود اتیچ بده. خب آقا امروز اومدم آموزش بدم خودت طبق بازی خودت اتیچ مورد نظر تو بچینی. اگر خوشت اومد لایک کن، خوشت هم نیومد که فدا سرت. اگه حال کردی لایک کن، کامنت بذار. کامنت فوشم بخوای بذاری بذار، فقط کامنت بذار و ساب کن. آقا شما به جای این گزینه‌ها خب اصلا دقت نکنید. خب شما میزنید روی این فلشه. خب بعد اینجا بهتون توضیح داده، همه‌شون رو توضیح داده. خب بعد شما خب میتونید مثلا آقا میخوام ببین این چیه، این دمیجه. خب منظورش دمیج از اون که مثلا تو یه تیر میزنید چقدر جون خب از حریفت کم میکنه. خب دیگه حالا بقیه چیزا و اینا، یکیش برای اینکه لرزش گانه، یکیش برای اینکه نمیدونم دقت شلیکت بره بالا. میزنید داخل گوگل ترجمهش. حالا اگرم خواستید داخل کامنت ها بگید تا من براتون ترجمهاشو بفرستم یا هم ویدیوشو سریع بسازم براتون. و اگرم آموزشی چیزی خواستید، ایده در مورد ویدیو در نظرتون بود، حتما داخل کامنت بهم بگید و حتما سوال کنید. ببین دارم با دست شکسته برات ویدیو میگیرم، بعد ارزش نداره خدا وکیل لایک کنی؟ لایکو بکوب، ساب کن، خیلی عشقی. تا ویدیوی بعدی، فعلا بدرود.